السلام علیکم دوستان عزیز. روزی شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب هستید، همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای کامنتاری خوبتان. در اینجا امروز من یک نمود تارت آسان با 6 دانه تخم آماده کردم. حتما با ما باشید، دستگیری را فراموش نکنید. در اینجا به ما لازم است من 3 دانه تخم سفیدی را از زردیش جدا میکنیم. نقص کک در مدت 10-15 دقیقه لط میزنیم تا سفید شده نشه. من در اینجا 70 گرم شکر به ما لازم است. کم کم انداخته انا این طور با میکسر میزنیم تا سفید شده نشه. من یک تا اکنون زردی تخممان را می اندازیم به سفید شدنش. در اینجا اکنون به ما 50 گرم آرد با همراهی 20 گرم کاکائو با بالای 2 قاشقچه را از ریتل همراه میکنیم. من کم کم انداخته با میکسری روچنای انا میته و یک طرف میزنیم. آردمان را کم کم می اندازیم. من اکنون شد فرم قالبی من 20 به 20 می باشد. من به این انداخته 30 دقیقه به تفتان می گذارم. من این را به تفتان گذاشته. از این خمیر من 1 دانه کاکائو دار، 1 دانه بی کاکائو و 3 دانگی تخم جدا جدا پختم. من یک نمودش به شما نشان دادم. من هر دوی خمیری ما تیار شد. و همین بیسکویتی ما عموما 6 دانه تخم رفت. حتما آماده کنید. بیسکویتی با مزه می باشد. من اکنون برای کریمش باشد به ما لازم است 1 تا سلیفکی 500 میلی گرم 33%. من این طرف پیتمال استفاده میبرم. سلیفکی من را تا سخت شدنش اکنون با میکسر میزنیم. من اکنون به بالای سلیفکی ها 100 گرم 110 گرم ساخنه پودر ilave کرده من این را زدم. من طوری که میبینید سلیفکی ما سخت شد، سخت تکک شد. من این را اکنون با بیسکویتامو مانده. بیسکویتامو ما از مابینش به 4 حصه تقسیم کردم. اکنون هر یکی اینها را به قبطش نمیده برای پپیتکش باشد. من 2 قاشق آب و 2 قاشق ملکا گوشانی ملکا همراه کرده برای من اکنون کریم من را همین طور میمانیم. اکنون من کریم مالده شده استفاده کردم. 4 مغز من همین طور مایده کرده ریز کرده به قبطی هر یک بیسکویت ما همراه کردم.
رسیدن به هر عقبتش من این طرف چهارمغز را همراه کردم. برای آیله خودتان حتما، برای فرزندای خودتان حتما آماده کنید. تارت بی نهایت به مزه، آسان، کم خرج حتما آماده کنید. برای آرایشی رویش باشد من کاسه استروشکا استفاده بردم. شما می توانید با دیگر نمود آرایش دهید. من این طرف با کاسه استروشکا آرایش دادم. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید دوستان عزیز. به یار و دوستان پدیلیچه کنید تا که دیگرانم از ویدیوهای ما باخبر شوند. رحمت برای دستگیری کانال ما. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر.